سلام، امیدوارم امروز که از بهترین روزهای شما باشد. موضوع امروزمون در مورد مادرها قهرمانان همیشگی زندگی اند، بی آنکه کسی مدال صبوری و عشق را به گردنشان بیاویزد. کسانی که گذشت را تکلیف خود میدانند و مهربانی را طعام روزها و شبها. مادرها رایحه خوش فضای خانه اند که اگر لحظه ای نباشند تمام می شود. سرزندگی و امید روشن کاشانه دلت. مادر تنها آمدنی است که هیچگاه رفتنی نیست. تنهایت نمیگذارد حتی اگر زبانم لا روزی دیگر نباشد. سایه حضورش آرامش حال بدت می شود. زن بودن را باید از مادرانی آموخت که تمام سال را لبخند زده اند، سختی را لازمه زندگی دانستند و مثل یک شوخی تلخ از آن عبور کردند. مادرها بهار دوباره زندگی اند. در اوج ناامیدی دعای قشنگ، سفره 7 سینند کنار آب و آینه و بی ادعا. مادرها حقیقت شیرین و تکرار نشدنی زندگی است که دنیا همانندش را در خواب هم ندیده است. پس بیایم قدر مادرهامون رو بدونیم، دستشون رو ببوسیم